چطوری؟ خوبی یا نه؟ قسمت 11 بالاخره رسیدیم. 10 تا قسمت پر کردیم بچه، حتما قسمت ها رو بریم ببینیم. این فلوی هم که میخوام ببینیم حرکت ترکیبی خیلی باحاله. توی قسمت قبلی یه سری چیزای بیسیکش رو گفتیم، یه سری حرکت رو حتما بریم سرچ کنین. انتهای ویدیو هم براتون میذارم کدوم ویدیو هست که بتونین راحت تر پیداش کنین. خب بریم سراغ حرکت امروزه. خب ببینم این حرکتی که امروز خواهم انجام بدیم یه حرکتی که بذارید من یه بار انجامش بدم خودتون. امیدوارم که قبلا این حرکت رو توی ویدیو شورت پیج من دیده باشین. خیلی ترکیبای باحالیه. امروز میخوام این سه تا حرکت رو با هم ترکیب کنم. حرکت فیلینگ اسپینینگ، حرکتی که شما به این صورت انجامش میدید و ویدیو رو اونجا هست، بریم تماشا کنید. بعدش این حرکت که باز هم فیلینگ انتها تو این سه تا پارت ما قراره این کار انجام بدیم. حالا چطورش رو بهتون میگم. حرکت اول که فیلینگ اسپینینگه باید توی زاویه‌ای زده بشه که دپو بیاد توی سایدتون یا تو بغل سرتون و گارد من رو دقت کنید. از بغل اگر بخواید تماشا کنید من از این زاویه میام توی فیلینگ اسپینینگ توی اینجا که بتونم به راحتی ببرمش اینجا. اوکی؟ این مرحله اول. تو مرحله دوم شما باید ببینید که این حرکت رو چطور بندازید که تو زاویه درستی بیاد دپوتون، یعنی هم صاف باشه هم تو جایی باشه که شما به راحتی بتونید روی دستتون حرکت بدینش. اوکی؟ وقتی بهترین نقطه‌ای که میتونید شما این کار رو انجام بدین تو این قسمته و وقتی که از بغل نگاه میکنید دفعه از بین خط بدن و دست من میاد. من این ذره کمرم باشم که عقب میدم که راحت تر این کار رو بکنم. اوکی؟ اینو تقریبا بالاتر از سرم قرار میگیره از زاویه بغل. و تو مرحله سوم قسمتیه که ما بایستی کار رو تموم کنیم. این بایستی دقیقا نوک انگشتمون رو بذاریم زیر دپو که حرکت شکل بگیره و بیاد روی سرسونمون. بایستی نگاهمون به این سمت باشه. وقتی از پشت سرمون گذشت نگاهمون برگرده که این گرب کنیم. گرب از زیر اتفاق میفته، یعنی از اینجا شما میگیریم و میتونید که تو ایکس تمامش میکنیم. کل حرکت به این صورته. از اینجا شروع میشه میاد تو سایت و به این صورت. گربش رو باید تمرین کنیم بچه. من خودم هم بعضی روزا به مشکل میخورم. باید حتما تمرین دائم رو داشته باشین. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک سابسکرایب یادتون نره. تو 3 مرحله یه کمبو خفن ویدیوهای بیسیکش رو حتما دنبال کنید. این ترکیب خیلی به درتون میخوره. یه ذره میزنم تماشا کنید ببینید چطوره به نظرتون. عالیه. من خودم باید تمرین کنم بچه. این کمبو مورد علاقه منه. بهتون پیشنهاد که حتما تمرین کنین. نظرتون رو برام کامنت کنین. به ویدیوهای آخرم حتما توجه کنید. لایک سابسکرایب یادتون نره.